خدایا، آخر ماه رمضان است. من بر در خانه تو آمده ام دست به دامان تو باشم. خداوندا، همه دردهای دلم را، همه مشکلاتم را و همه دعاهایم را به درگاه تو آورده ام تا بگویم در این ماه عزیز صاحب این خانه تویی و من مهمان تویم. لطفاً خودت برایم خدایی کن. در این شب‌های عزیز و پربرکت برای این بنده گناهکارت، بنده‌ای که در راه بد شیطان را خوشحال کرد، بنده‌ای که مشکلش را از دیگران خواست، بنده‌ای که همیشه از بندگیت دور بود و سبب لبخند شیطان بود. خداوندا، با حرمت ستاری و رحمانیت برای این بنده ات معجزه کن و با رحمت بیکنارت بر دل این بنده ات نظر کن. همه خواسته هایم را، همه دعاهایم را برآورده بگردان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.